سلام علیکم برادرای عزیز، سازین خوبین؟ ان شاء الله خداوند هر کی جای باشین خوب باشین، خداوند در کسب کارتون برکت نصیب گردونه. برادرای عزیز، همین تماشا میکنین، همین دلتون تنگ نگیرین، شیرای نه. مادرای عزیز، اپای عزیز، همین بچه دلکشا چین یک لایک چی به تماشاش میکنین؟ 50,000 100,000 آدم تماشا میکنن که 5,000 3,000 10,000 500 600 تا لایک میشه. اب بچه‌م لایک بجه هم ویدیو تا بخیزه تا هم خبرو با تمام مردم ما برسه. برادرای عزیز، همه تو میدونید که پیش از سال نو هر سال رید ها میشه. به همین خاطر چیکار میکنیم برادر عزیز؟ در همین خیر رید ها نگالتیم، دیپارتمنت نکنه اسپیس پریوم در نگالتیم. چیکار میکنیم برادر عزیز؟ این اجازه نمبر برآمد، نمره اکای سورو بسته تاکسی گرانیتسا. شما را اولش خداوند خودش این برادرها حرکت میکنن با دستگیری شما را به گرانیتسا برده، باز هم از مسکو و پد مسکو شما را از در خانه میگیرن. کسی که به دکمنتین برده ان شاء الله ساخت سلامت با تا مترو رو آورده میرسونن. از نام خیلی مهاجر گردن برادر عزیز 500 روبل سکیتکا 7,500 روبلی ان شاء الله از نام ما گردن شما را ساخت سلامت برده و خواست الله میارن. بعد چی گفتن هستم دیم برادر عزیز، هر کسی که بلیط های سمالیات الکترونی در کار برادر عزیز با تمام دنیا کجایی که دکی نباشین برادر عزیز میتونید در این نمره که اویا کسی که ما میبره برادر عزیز در این نمره مقصد برادر مراجعت کنین. ان شاء الله که اگر کسی ما در خدمت است. با برادرای عزیز یک چیزی نگفتن نمونه، کسایی که رکلام در کار در کانال خیر مهاجر یگون بیزنس دارین، مگزین دارین، یگون چیزی که مثلا میخواین که رکلام کردن در کانال خیر مهاجر برادرای عزیز در همین نمره اویا کسی ما بنویسین، بگین که ما فلان چی داریم صحبت میکنیم، روزگی یک دیگر قطعی ان شاء الله اومده رکلامش میکنیم، پیشنهاد خلق میکنیم. یگون مگزین، یگون بیزنس، یگون چیزی که داریم میتونین که مراجعت کنین، ان شاء الله هم صحبت میشیم، با نرخ دست رکلامتون میکنیم برادرو. و چی گفتن است نشد همین ریدها یک دو سخن میکنن برادرای عزیز. بسیار مردم بر میدونم معلمو بسیار میشه تا کامنتاری مینویسن که ای ما 3 سالشی به دکمنت میگردم هیچ گپ نیست، ما 5 سالشی میگردم 10 سالشی پاسپورت هم ندارم میگردم. خلاص گپ برادرای عزیز یک مطلب تاجیکی است، میگن دویدن گوشتالا تا کهدون یک روز میگردی 10 سال 3 سال یک روز میخپانتا خشروک دیپارتمنت میکنن بعد میبرن اسپیس پریوم. با اسپیس پریوم میتونه که 10-15 روز یا یک ماه ای 10 بالای برادرای عزیز میره دوجا دم میگیری، دوجا عذاب، بعدا خش تور نزدیک شوی، بعدا بطرف بلیت میخره و یکم روز پسش بعد میتونی که به وطن برای 5 سالگی در وطن میگردی. با همین خاطر برادرای عزیز بدیلی پر دکمنت کنین، برین گرانیتسا بیاین دکمنت کنین، بدیلی پر میتونین کار کنین. برای که اومد سال نو هر سال رید ها میشه در شهر مسکو و پد مسکو، در تمام شهرها میشه و مسکو و پد مسکو به نهایت سخت میشه. با همین خاطر برادرای عزیز اکای سوراب در خدمت این مگزینین ان شاء الله با نرخ ارزان حرکت میکنه، شما را به وطن با گرانیتسا برده ساخت سلامت بیارتون. خداوند هر کجای باشه نگهبان داشته. مردم مهاجر دل تنگ نکنین، شروع نر. مادرای عزیز، اپای عزیز، همین ویدیو را دیدی بچه یک تا لایک شما بزبره تمام، یک کامنتری خوب سخن که ان شاء الله که ویدیو تاپ میخزه تمام مردمی که کسی که مثلا به دکمنت گرانیتسا میره، کسی که بلیط در کوی میکنه، کسی که همین خبرها احتیاط نکنه. خیلی برادرای عزیز با همین خودی برادرای عزیز همه یکجا میشیم، همه دستگیر یکدیگر میشیم. الله یار مددگارتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاجیکستان با پیش و باز هم با پیش.